با شما درود میگویم دوستان گرامی، امیدوارم که خوب و خوش و صحت هستید. تشکر که با شبکه ما هستید و انشالله اشتباه نکردید. امروز میخوام پیرامون فوتبال قصه بکنم. چند روز پیشتر فوتبالبازان توپ 23 ساله تاجیک نتوانستند که از خود درک بدهند و در قطار 16 دسته که در چمپیونات آسیا میان جوانان توپ 23 ساله هنرنمایی کردند، یکی از دسته های ضعیفترین به شمار می روند. تصور کنید که در یک برنامه رادیویی یا اینکه تلویزیونی ازبکستان یا هر دولتی که در اینجا بود میدوند، یک سوال میدهند که دسته را نام برد که در چمپیونات آسیا میان جوانان توپ 23 ساله با دروازه یگان حریف گل زده نتوانست و با دروازه خود 10 گل سر داد. کی میدوند؟ وریانت ها فلان دولت و در یکی از وریانت هست تاجیکستان. خیلی وریانت تاجیکستان انتخاب میکنند و میگوید برنده میگوید که 100% راست گفتید. خیلی عیب است، خیلی باعث ننگ و شرم است. گلروز خدا نظرزاده شورای تلویزیون ورزش خیلی درست قید کرد که همین باخته که 10-0 دو بار تکرار در گزارش خود از ازبکستان با تلویزیون ورزش دو بار تکرار کرد که این باخت شرم‌آور بود، عیب است. واقعا راست میگوید. بابا خالمروزاده شورای دیگری موفق تلویزیون ورزش که خیلی احترامش دارم، اون در صفحه فیسبوکی خودش نوشت که عیب است وقتی که مثلا راهبریت دسته توپ 23 ها بهانه پیش می آورد که ما فوتبال باز نداشتیم، ما نتوانستیم دریافت کرده دیگر و دیگر، وقتی که در تاجیکستان اینقدر دسته های فوتبال هست، از میان 100 200 300 400 نفر اونها نتوانستند که لااقل یک 20-25 نفر بهترین فوتبال بازان توپ 23 رو جمع بیارند. این عیب است. سبب چی است؟ باید این رو جستجو کرد. با عقیده بابا خالمروزاده نیز بتوان راضی شد. واقعا این قدر دسته‌ها در تاجیکستان هستند، پس چرا یک 20-25 نفر دریافت کردن نتوانستند که در همین مسابقه لااقل یک گلی مخلصان فوتبال اون رو میگن که گل شرمشکن همین گونه بزنند. ما هرچی از راه سفر بازگشتیم قریب به ازبکستان میرفتیم به خاطر چی؟ به خاطر دستگیری کردن فوتبال بازان توپ 23 ساله تاجیک در تلویزیون ورزش. هر روز مثلا میگفتن که جوانان آرزو و امیدی آینده فوتبال تاجیک متاسفانه نه آرزو شدند و نه امید شدند، در حالی که از اونها خیلی انتظاری ها زیاد بود. حتی اجرا کننده سرمربی در نخستین بازی در نشست مطبوعاتیش با روزنامه‌نگاران ابراز داشته بود که بازیگران اساسی ما در هیئت تیم ملی هستند، خیر ما یک بلا میکنیم بازی میکنیم، اما رقیبان ما خیلی رقیبانی ما میدونیم که فوتبال اونها رشد کرده است. این گناه گپ اصلا باید نباشه. وقتی که بچه‌ها را حاضر به میدان نبر اومده میگه که خیر بچه‌ها یک قسمت بازیگران اساسی ما نیستن، اگه خیر بروی بازی کنه و ژاپن به حد زوره، انا عربستان سعودی ایود زورتره، این خیلی نمیشه که بچه‌ها را روح شکستن اصلا نشاید. این گونه سخن اصلا نباید باشه. بچه‌ها را باید میگفتن که بچه‌ها اوایی که در تیم ملی رفتن نیستن در هیئت ما، شما باید جایگزین اونها شوید، شما باید اثبات کنید که شما میتوانید، اثبات کنید. انا همین شانس، انا همین امکانیت برای شما است، هم برای راحت گرفتن با دسته منتخب جمهوری تاجیکستان و هم امکانیت است که خود را نشان بدهید تا اینکه دیگر دسته ها خریدار شما شوند. مثل امدانی کمالوف، متاسفانه او در اسپانیا بازی میکند، از او انتظاری های زیاد داشتیم، در اینجا نال. او بچه‌هایی که در همه جا بازی میکردن از امدانی کمالوف دیده زیادتر و خوبتر هنر خودش را نشان دادن. به اندیشه بنده اینجا چندین عامل ها بود. یکی از آنها همین گونه بازیگرها را جدا کرد، نتوانستند که جدا بکنند و بازیگران بهترین را با این چمپیونات ببرند. و دیگر اینکه راهبریت دسته خصوصا اجرا کننده سرمربی دسته وقتی که در یک نشست ابراز می‌داره که متاسفانه ما ندانستیم که از کدام تاکتیک کار بگیریم، یعنی معلوم میشد که او تاکتیک را ندانست، چون که بچه‌ها در میدان یک بدون تاکتیک، بدون یک بازی مجلا با میدان بر آمده بودند، گویا که به هر طرف می‌دویدند و مقصدشان این بود که در همین چمپیونات اشتراک کنند. متاسفانه با دیگر دسته ها ما فقط خال دهنده شدیم. شکر امروز دسته ملی کشور اوید با فوتبال که در قرقیزستان گذشته ایستاده است، متاسفانه
فدراسیای فوتبال آسیا چی فکر کرد، چگونه فکر کرد، کی سبب شد، چی سبب شد که در اینجا چمپیونات گذاران برگزاری چمپیونات رو اجازه داده است. به همینش من حیران هستم. مخلصان فوتبال و فوتبالدان ها این رو البته درک میکنن، چون که احوال او ورزشگاه ببینید، یک ورزشگاهی که ما پایان‌تر داریم از همون پایان‌تر، باور کنید از احوال همون ورزشگاهی که در قرقیزستان هست 100 مرتبه خوبتر و بهتر است. 40 درجه اجازه دادن برگزاری چنین یک مسابقه با نفوذ. باور کنید من حیران میشم. بابا خالمرزاده هم در صفحه فیسبوکش گفت که این چی احوال است، فدراسیای فوتبال آسیا موسر عیناً همین گونه نوشته بود. خب به هر حال در اونجا برگزار شده ایستاده است، اما در قرقیزستان در همین شب و روز بچه‌های تاجیک باید از خود درک بدهند که واقعا آنها یک ننگ و ناموسی تاجیکانه دارند. خوشبختانه ما در بازی اول میانمار را که باید مغلوب میکردیم با شمار بیشتر گل ها، همون قصاصی که 4-3 مواجه باخت شده بودیم و خیلی دردناک هم بود، خوشبختانه ما با حساب 4-0 مغلوبش کردیم. در بازی دوم که دیروز برگزار شد مقابل سنگاپور 1-0 ما آن را به نفع خود انجام دادیم و اکنون یک بازی دیگری تقدیرساز، بازی دیگری که گویم باعثی باید ننگ و ناموس باشد، باید بچه ها را طرز تربیت کرد پیش از برآمدن به این بازی که غلبه شما به نهایت مهم است. شما فکر کنید که از پس شما 25 30 50 100 نفر نه، بلکه 9 10 ممکن که 50 60 میلیون تاجیک که یک هویت ملی در وجودش هست، فوتبال را دوست می‌دارد، فوتبال میهنش را دوست می‌دارد، شما را مخلصی میکند. پس باید بر مقابل دسته قرقیزستان غلبه به دست آورد. منتظر اون هستم که دسته ملی تاجیک و من هر یک دسته هایی که در مسابقه های سطحی بین المللی اشتراک میکنند در مسابقه های خیلی مهم غلبه به دست بیارند و سرود ملی صدا بدهد. از جا برخیزم برابرشان سرود ملی را بخوانم و افتخار کنم که فوتبال تاجیک واقعا رشد کرده ایستاده است. باور کنید بچه‌ها، اگر شما فوتبال بازان گرامی یک بازی بسیار خوب اگر نشان داده توانید، ما قرقیزستان و ازبکستان و افغانستان که چی از اون طرف اقیانوس برای دستگیری شما میرویم. با امید رشد فوتبال تاجیک فقط به پیش.